سلام دوستان عزیز. ویدیورالی که نوبتی ما درباره 8 سیاره های سیستم آفتابی ما می باشد. در سیستم آفتابی ما 8 سیاره موجود است که آنها را به دو گروه جدا کرده اند: سیاره های گروه زمین و سیاره های بزرگ یا گازی. و سیاره های گروه زمین عطارد یا عطارد، زهره، زمین، مریخ داخل می شوند. سیاره های گروه بزرگ یا گازی مشتری، زحل، اوران و نپتون می باشند. عطارد سیاره نزدیکترین به آفتاب می باشد. قطرش 4879 کیلومتر می باشد. در اطراف آفتاب در 88 شبانه روزی زمین دور می زند. گردش شبانه روزیش در گرد محور و 59 شبانه روزی زمین برابر است. عطارد از آفتاب در مسافه 57 میلیون و 900 هزار کیلومتر جایگیر است. سطح عطارد روزانه پلوس 350 درجه گرم، شبانه مینوس 110 درجه خنک است. سیاره زهره از آفتاب در مسافه 0.172 واحد استرونومی جایگیر بوده در دوام 325 شبانه روزی زمین گرد آفتاب را دور میزند. باید قید کنم که یک واحد استرونومی به 150 میلیون کیلومتر برابر است. زهره در دوام 243 شبانه روزی زمین یک مرتبه گرد محور خود را طی میکند. ترکیب اتمسفری زهره از 97% کربن عبارت بوده حرارت سیاره تا پلوس 400-500 درجه می رسد. خانه عمومی ما سیاره زمین. سن سال زمین 4.5 میلیارد سال است. زمین از آفتاب در مسافه یک واحد استرونومی یعنی 150 میلیون کیلومتر دور جایگیر می باشد. زمین در اطراف آفتاب در دوام 365 شبانه روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه دور میزند. ماسه زمین و 6 ضرب 10 نشان دهنده‌اش 24 کیلوگرم برابر است. زمین دارای یک همسفر ماه می باشد. گردش شبانه روزی زمین به 23 ساعت و 56 دقیقه و 4 ثانیه برابر است. سیاره مریخ 2 مرتبه از زمین خرد بوده گردش شبانه روزیش به 24 ساعت و 37 دقیقه و 22.7 ثانیه برابر است. حرارت منطقه قطبی تابستان 0 درجه و زمستان 100 درجه خنک می باشد. مریخ دارای میدان مغناطیسی کم قوت است. مریخ دارای 2 همسفر فوبوس و دیموس می باشد. مسافه از آفتاب تا مریخ 1524 واحد استرونومی است. دوره گردش در اطراف آفتاب 188 سال می باشد. قطر همسفرهای مریخ فوبوس 22 کیلومتر و دیموس 13 کیلومتر می باشد. مشتری سیاره کلانترین سیستم آفتابی می باشد. ماسه مشتری از ماسه زمین 318 مرتبه و قطرش از قطر زمین 11 مرتبه کلان است. مشتری در مسافه 50,000 واحد استرونومی از آفتاب دور جایگیر بوده در 12 سال یک مرتبه گرد آفتاب را دور میزند. شبانه روزی مشتری به 9 ساعت و 50 دقیقه و 30 ثانیه برابر است. مشتری زیاده از 16 تا همسفر دارد. قطر همسفرش EO 3640 کیلومتر بوده. قطر اروپا 3130 کیلومتر می باشد. قطر همسفری کلانترینش گانیمد 5268 کیلومتر است. زحل از جهت اندازه در سیستم آفتابی جای دوم را می گیرد. قطر زحل از قطر زمین 9.5 مرتبه کلان است. سیاره زحل در مسافه 9.5 واحد استرونومی از آفتاب دور جایگیر بوده در دوام 29.5 سال
اطراف آفتاب را یک مرتبه دور میزند. گردش شبانه روزی زحل به 10 ساعت برابر است. اتمسفر زحل 180 درجه خنک است و از 10% گاز گلی و 90% هیدروژن عبارت است. زحل دارای زیاده از 30 همسفر می باشد. تیتان کلانترین همسفر زحل بوده قطرش 5840 کیلومتر است. سیاره اوران در مسافه 19 ازدی وادی استرونومی از آفتاب دور جایگیر بوده در گرد آفتاب در 84 سال یک مرتبه دور میزند. اوران دارای زیاده از 15 همسفر می باشد. یک شبانه روزی اوران به 370 شبانه روزی زمین برابر است. کلانترین همسفری اوران تیتانیا بوده قطرش 1000 کیلومتر می باشد. سیاره نپتون از آفتاب در مسافه 30.1 وادی استرونومی جایگیر است. نپتون گرد آفتاب را در دوام 164.8 سال یک مرتبه دور میزند. سیاره نپتون دارای دو همسفر تریتون و نریدا می باشد. قطر تریتون به 5000 کیلومتر برابر است. قطر نریدا باشد 240 کیلومتر است. با همین تمام دوستان، شخصانی که میخواهند فن گئوگرافی را به طور فاصله بیاموزند میتوانند به رقم 0093 0094 زنگ زنند. در آخر آبونه شدن را فراموش نکنید. خیر.